سلام علیکم دوستان عزیز و همه که پیوسته در شبکه ما هستند و ما رو گوش می نمایند. میخوام برای شما امروز یک اقدام رو پیش بگیرم، چون که انسان برای سالمی بدنی خود که با ورزش مشغول می شود و استعمال غذاهای سالم مشغول می شود تا اینکه سالمی خود را حفظ نماید، یا یکی از عضوهای انسان یعنی معده سری انسان نیز با آب و تاب نیاز دارد و غذای سالم نیاز دارد. کدام وقت انسان میتواند زیر شعورش انکشاف یابد و او با اختراع‌کاری و با ایجاد کردن فکرهای قوی قدرت پیدا نماید. این از آن است که تا کدام درجه با آب و تاب معده سری خود مشغول است. به همین خاطر من برای شما یک معماها یعنی یک نمود بازی‌های فکری رو برای شما پیشنهاد می‌نمایم تا اینکه شما جستجو نمایید، معین نمایید و جواب‌های درست را به ما ارسال نمایید و نفری که یکمین شده جواب درست این معما رو برای ما پیشنهاد می‌نماید، ما آن کس را هوسمند می‌گردانیم. هوسمندی ما این علم است، یعنی شما رو با آن کتاب‌ها و آن اثرهای رو هدیه می‌نماییم، تحفه می‌نماییم که برای پرقوت شدن مفکوره شما و برای با ایجادکاری و با موفقیت‌های بزرگ در حیات و در زندگی نایل شدن برای شما کمک می‌رسانند. خب آماده باشید، اینک برای شما معما را پیشنهاد می‌نماییم. اینک به معما اهمیت دهید. در اینجا رقم‌ها با اشیاءها تصویر یافتند، یعنی که جواب یکم معلوم، جواب دوم معلوم، جواب سوم معلوم. اگر شما نظر اهمیت داده جواب چهارم را پیشنهاد نمایید. بینندگان عزیز، شما البته به شرط این بازی آگاه شدید. جوابای شما را انتظاریم. در کامنتر نویسید، فکرهای خود را با شرح دید، اثبات سازید و یکمین جوابی درسته که در این معما پیشنهاد میشد ما آنها را هوسمند نماییم. برای شما موفقیت تمنا میکنیم.